سلام علیکم بچه‌ها. در این اول ما سنجستودیوی ورسیای چهارم که داشتیم چون که علاقه شما میدونید شما در یک نوار علاقه کردن مونده بودیم. خب امورا با سنجستودیوی ورسیای پنجم یعنی یک ورسیای نوی دیگه ما تایید کردیم مقایسهش میکنیم. پیش از آن که هر جمع با شما مقایسه کنیم را آغاز میکنیم ایش چی کم و فرق داره. خب همه شما را با عید رمضان تبریکتون میکنم با روزا خوب گذرانده باشین. آخر روزا آمده است رمضان هم. خب ویدیومون رو آغاز کردیم اگر نه همتون در عید خوب طرفای ما هم تو بخورین. خب نگاه کنین ورسیای چهارمون الکی دیزاینش خیلی بود گلاون استرانیچه شد. ورسیای پنجم ما گلاون دیزاینش خیلی کردیم یک باره ای همین جای مثال یاردمچی آغاز میکنیم. این گفتگیمون. خب الکی شما همتون درک دارین که این کم و بیش قطعی ما صحبت میکنه و بعضی کارهایی که ما میگیم همورا اجرا میکنه. خب دوام شدیم کارش و شما میتونین که ای منیو وارد شین و ای معلومات ببینین. خب یکم این حساب کنک داشتیم با همین اصول کار میکرد مثال میگیریم همه ای خیلی کار میکردن. انا ای هم باشه همه حساب کنکمون همه یکم تغییرات ما در این نموندیم. نه چرا که میبینیم هردش یک چیزه. خب ایشا فهمیدیم دیگرش نمیدیم داشته موسیقی. خب پرنده یافت نشد مالی این خیلی بود موسیقی سکناکی ورسی موسیقی سنجستیده ورسی چهارم خیلی بود. اما در ایش باشم و کمتر تغییرش داده میدیا پلیر علاکه این نموچیدگی هسته چیکار میکنم. ایده علاقه نه تنها MP3 و چی فایلای آوازی را میگیره بلکه در این ویدیو را هم نشان میده. خب بلند کنک پریموت که ایسی میگذاروندگی بعدا این لیست انامی لیست هم میبروره اینجا که مثال چیزی هسته همه را برجاش میتونم میبروره و اکران ما میتونیم کلونش کنیم مایدش کنیم یک چند فرمت های ویدیویی را هم قبول میکنیم میتونیم تماشاش کنیم. خب این بود فرقیتی ایش مدیا پلیر دوامش دادیم. بعدا داشتیم براوزر انا چخل که جدا میبینیم اینترنت ما کمتر امروزش دست کار که ایستای. خب به هر حال کار میکن یکی یکی کم بودیوش نگاه کنیم. خیلی وقت ما میسازیم یا براوزر دیگه رمین علاقه دیم صحیفش دا ایجا ایتری میشود. ما هرچند که نکنیم این سیستم تکنیکی ایجا شیرگی داریم ما اهمیتش ندادیم این خیلی میشود. اما در یک علاقه ما براوزر را کشیم یک کم بودی را ما در اینجا اصلاح کردیم. شاید توجه بودی شما سنجستی رو براوزر نامش موندیم یعنی نامش هم تغییرش دادیم. بعدا شما اینترنت نستایی گفتیسته خب مایلی دوامش میکنیم. انا چخل که میبینیم علاقه در اینجا این همه چند قیقی ما صحیفه نو نکشویم همون قدر چی میشه انا اینجا انتخاب دام و سیتا داشتیم میتونیم تغییرش بدیم. اینجا هم خودش автомати تغییر میوبه یعنی پویسکایی که ما علیش میکنیم علاقه یو قطعی کردن میتونم یکم تغییرات هایی که ما در براوزر داشتیم. خب بعد ما داشتیم تایمر در ورسیای چهارم تایمر من هم خیلی بود این در ورسیای پنجم باشه. علاقه داریم نظارتگر من علاقه ای خیلی هسته امکانیت های ای نظر با امکانیت های او علاقه کمتر بیشتره یعنی چقدر بیشتره. اینجا ما دقیقه را وارد میکردیم با پیامک با صدا خاموش کنی صدا بود تمام وقت خاموش کردن کامپیوتر همگی ده امکان ده کار اجرا میکرد ده تا آگاهی میداد یا تاش کامپیوتر را خاموش میکرد. انا اشتما کمتر امکانیت های نو ایلوه کردیم که دقیقه را وارد میکنیم خطی ساعت چند که بعد ده مخلای بعدا میتونین همون آگاهی را مونیم با پیامک یا که با صدا بعدا خاموش کنی کامپیوتر داریم. به غرض ده حالت دیگه ما ایلوهش کردیم حالت خوب و محکم کنی برنامه ها. علاقه حالت خوب ماندن همون وقتی که شما موندین کامپیوتر سپیشی رژیم بمیره و محکم کنی برنامه ها. ایش در همین کامپیوتر شما مثال چند برنامه که کار کرده است یعنی کامپیوتر را نمیکشه همه برنامه هایی که به غرض ویندوز های همشا محکم میکنن ممکن خاموش میکنه خودش تمامی برنامه را.
خب باشه ای بودن فرق چون تایمر بود نامشون نظارتگار موندیم امکانیاتشون کمتر بیشتر کردیم تا شما بتونین بگیرین استفادهش برین و دیگری معلومات الان که اینجا کمتر ما درباره همین معلومات داده بودیم چقدر که شما دیدین فقط نامشون رو گفته بودیم تمام ایرا دیگه خیلی بردن نمیشه معلوماتی که ایجاد بود ما ایشان کمتر بیشترش کردیم الان که در این ورسیا موندیم همشه با شروع کردن نویسندگی کدام معلوماتی که در کار شود شما میتونین اینجا کم و بیش درباره‌شون معلومات بگیریم بخونیم خب برنامه خیلی ای برنامه میبره تنظیماتی که داشتیم نام نو و رمز نو وارد میکردیم انا اینجا تنظیمات هم ما اینجا کوشش کردیم این خیلی میگیم خودش علاقه میشوم یordam میکنم میبرین تمام ثبتی نو اگر با یگان کس گفتنی باشه که این تنظیمات ما در چی داخل داره گفته حرکت تنظیمات دارم جایی که حرکتش در چی است وقتی که شما با طریق با طریق نظارتگر بگیم کامپیوتر را خاموش میکنین یعنی خاموش کنی کامپیوتر با همین مینوتی همین بوچی کامپیوتر شما خاموش شد کامپیوترتون اینم گریان کردین علاقه کامپیوتر شما اتوماتیک شما کد میپرسن انا این کد عادتا ما موندگی من همین سه تا اره این حالتی رو دیگه خدا که استانف کنم که تایمر دامین کامپیوترش گریان کردم همین اکران شما پلی محکم میشه تا سه تا اره وارد نکنین اکران شما کشوده نمیشه این ما برای چی موندیم برای که بعضی آدما مثال گلاکوشون در یگان چی میمونن یا که یگان کینو یگان ویدیو یگان مولتیفیلم میمونن و تایمر دا میمونن و رشته مولتیفیلم یا که همون کینو را گرفته یا که همون کاری که همون گلاکوشون باید بکنن همون را گرفته بعدی هم کامپیوتر اتوماتیک محکم میشه و گلاکو میتونه کامپیوتر گریون کنه وقتی که گریون هم کردم با وقت میشه که چیکار بگم کامپیوتر گریون کردن میتونن کد استانداردی که موندگی را میدونن انا این کد نمیدونن باید هم او را هم که کوی کردن این شبکه اجازه نمیده که با برنامه وارد شود تا نمی کد نزنن خلاص که اینجا نمیتونین کد نام نوی استفاده برنده خطونه یعنی ما نمیشتی موندگی ما خطونه میتونین وارد کنین اینجا رمزی نو یعنی پرولی نو کدی نو میتونین بنویسین ثبت بکنین اتوماتیک خودش ثبت میکنه کد شما حلش میکنه سان استودیو 4 هم همین کارا اجرا میکنه اگر ما بوده با تایمر کشتیم پرولی هم همین هردش یا چیزه خب با همین سربلند خانه آباد باشیم تا نوارهایی بعد ای بود فرقیتی ساوند استودیو 5 ای ساوند استودیو 4 مشکلی که دیدن در ساوند استودیو 5 ما کمتر بهبودی و علاقه ما ایلوه کردیم